الحميد. معترض ممالک خارجی به مجردی که صنعتش از همون معیارش بالا میشه عکس فیلم برداری میشه استاد میکنه ترافیک در کامera برش نشان میده. صحیح کن چند است اینمی قسم. اونجا بسیار سخت حالت است که آدم نعوذ بالله به خاطر دلار در دستت باشه، به خاطر نعوذ بالله دختری بی حیا در پیش رویت بیا که قطعی کافر بازی میکنه. این چقدر سخت است او مومن. خب بدان نکو که از گشنگی بموری. بان کمی گشنگی، مرگ گشنگی با غیرت بهتر است از او چیست؟ مرگی که بیخی در بین دلار بموری خب لیکن به عزت باشی، بی آبرو باشی. قرآن برات میگه که این پیش شده نیست، دادم رویت میاد. و ما عملت من سوء، آن چیزی را که عمل انجام داده از بدی او هم حاضر کرده میشه، لیکن عملی بد آنقدر انسان در اونجا شرمنده و خجالت است. چرا؟ تود دوست داره همین نفسی که عملی بد انجام داده، لو ان بینها و بینه، اگر می بود در بین همین عملی بد، در بین همین نفس و بینه، در بین عملی بد، امدن بعیدا، مسافه خیلی دور که یکی با دیگر رو برو نمیشود، یکی دیگر رو نمیدید، همین قسم مسافه می بود. چرا؟ اینجا اگر در پیش دو نفر ما و شما یک جنایت ما افشا میشه چقدر شرمنده میشیم. اونجا میدان حشر است، مخلوقات کل دنیا در اونجا استاد است، انبیاء علیهم السلام و مسلمان ها کلگی، ملائک استاد است. اونجا که عملی تو پیش میشه چطور؟ چقدر جای خجالت است. از او خاطری آرزو را داره. تود دوست داره لو ان بینا، اگر می بود در بین می نفس و بینه در بین عملی بدش امدن بعیدا، مسافی خیلی دور. باز الله تبارک و تعالی باز میگه و یحذرکم الله نفسه، با خبر الله شما را بیم میده، میترسانه شما را، نفسه از عذاب ذات خود، که ای بنده من نکو برای متاع چند روزی دنیا غلامی کفار نکو. خلاص تو را ما آزاد پیدا کردیم، تو را عزت پیدا کردیم، تو خود ذلیل در پیش پای کافر نساز، عزت و آبرویت نریزه. مرد افغان وقتی در پیش روی تو دختر افغان بیاب میشه، توهین و تحقیر میشه، کدام وجدان تو را اجازه میده که در دفتر کار بکنی؟ کدام غیرت است تو را اجازه میده؟ الله از عذاب خود تو را میترسانه. نکو، الله تو را آزاد پیدا کرده، کلمه آزادی را خوندی، لا اله الا الله. حاکمیت از کیست؟ معبود کیست؟ مالک و متصرف کیست؟ چرا مخلوق عاجزه به خاطر چند روز زندگی درختی توهین کرده، تحقیر کرده، خودم اسلامم مسلمانم؟ چرا؟ والله رؤوف بالعباد، الله خیلی مهربان است بالای بندگانش. یا ایسته که خطاب عام است به مؤمنا و کفار کلشه. الله خیلی مهربان است بالای بندگان خود. چرا؟ الله مهربان بالای بندگانش است که میبینه که اینی عمل انجام داده خیلی عمل زشته که دوستی با کفار است، لیکن الله تبارک و تعالی می دستی را نمایان در پیش مردم نمیکنه. که آدم رفته دونمو چیسته مرکز و اینی اهانت اسلام کرده، بیعزتی اسلام کرده، الله نمایان نمیکنه. بازم موقع برات داده، کافرم الله همین موقع را داده که هر قدر دسیسه ها جور میکنه زود عذاب نمیده. والله رؤوف، الله مهربان است بالعباد بالای بندگان خود. یا مراد از عباد تنها مومناست. اینجا مهربانی الله بالای مومنا چیست؟ عملی خیلی کم انجام میدیم در وقت کم، اما اجر و پاداش خیلی زیاد. اجر و پاداش صاحب بقا را الله برای ما میده. قل بگوی پیغمبر علیه السلام ان کنتم تحبون الله، اگر شما دعوا داری که ما محبت با امرای الله تبارک و تعالی داریم، محبت با الله، محبت با دین الله است، با نظام الله است، بس سر رو چشم تسلیم شدن به نظام الله است، از ته دل میپذیری که الحمدلله نماز بود، الحمدلله روزه بود، خوش میشی، طبیعتی را میطور برجسته میشه، دوستی الله میره تقاضا میکنه. تشریح میکنیم بگوی اگر شما هستی که دعوا داری محبت الله را، دوست داری الله را، رای دوستی الله تبارک و تعالی بدون یک را هیچ امکان دیگه نداره. فتبعونی، تابعداری مرا بکنی، در نقش و قدم ما قدم بگذاری، در رایی که ما روان شدیم شما روان شوی. یحببکم الله، و شما را دوست داره الله تبارک و تعالی، دوستی میکنم رایتان الله. و یغفر لکم، بخشش میکنه گناه ها را،
ذنوبکم گناه شما را او الله غفور رحیم یقین الله زیاد مهربان است که گناه را بخشش میکنه رحیم رحم میکنه آینده حالتم درست میسازه به شرطی که تو خودت درست بسازی. این آیت میفهمی؟ محک است آن چیزی که مثل که صرافی خود پیسه را کی چی میکنه بگوی قلابی و غیر قلابی را معلوم میکنه ماشینک داره بپرته پرست او طرف میندازشه قلابی یک طرف میشه دیگهش دیگه طرف خود به خود معلوم میکنه. اینی آیت هم محک است مثل اونمو ماشین واری است مؤمن مخلص و مؤمن کی بگوی زبانی را لسانی را با هم چی میکنه بالکل جدا میکنه یک طرف میشه. دعوای ایمان محبت با الله را بسیار مردم میزنه دعوای محبت با الله را این قدر مردم میزنه این دوام دعوای محبت با الله را میزنه بری شما قدر محکم است یک عنعنگه کی خود شوام امو چی پیچ دستاری خود باز نمیکنه بوی میده نعوذ بالله. شماش نشسته در پولیس یعنی که چه قدر بوی میده مویی که این از تولد برآمد امو را مسونه میکنه که چه قدر چیسته. چرا مسلکشان است مذهبشان است پخته هستن سری اون موضوع همون چیزی که برشان گفته شده او را قطعا عمل میکنن. خب دعوای محبت الله را نصارا میکنن یهود هم میکنن بودیزم بودا یه آدمی خیلی خوب آدمی نیک بوده و هم دعوای محبت الله را داره. در جهانی طور کسی پیدا نیسته که الله را دعوای دوستی نکنه میگه ما دوست داریم البته الله را شناخته و نه کسی بتم چی کرده به نام الله نعوذ بالله گمان داره کسی چیناره کسی قبره کسی چیسته گاوه کسی ستاره را کسی معتابه یارو به نام الله میدونه و قطش محبت میکنه. خب محبت الله حقیقی معبود حقیقی ای را داره یا نه توسط چی حاصل میشه؟ قرآن منحصر ساخت در یک راه وجود داره برای محبت الله. اگر کسی دعوای محبت الله را داره بدون از اینکه به نقش قدم محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم روان شود دیگر راه قطعا وجود نداره و همین معنای محمد رسول الله است که ما احکام الله را اطاعت میکنیم. خب به نقش کی برای کی محمد رسول الله غیر از راه از دیگر راه وجود نداره قطعا وجود نداره. اگر کسی راه را بکشه در مقابل راه پیغمبر او راه قابل قبول نیست. من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد. محبت با الله ایمان است. محبت با الله حاصل نمیشه بدون تابعداری کی پیغمبر صلی الله علیه و سلم. پس پیغمبر مکمل تابعداری پیغمبر ذریعه و سبب برای محبت کیست؟ حصول محبت الله توسط مکمل تابعداری پیغمبر است. مکمل تابعداری پیغمبر هم در فعل می هم در ترک می. جایی که یک عمل پیغمبر کرده بکو که نکرده آزان ثواب داره کاری خوب است یا نه کاری بد است؟ اقامت کاری خوب است یا کاری بد است؟ خب لیکن در عید شما آزان اقامت داره؟ چرا نداره؟ کاری خوب است و برادر. در اونجا که مردم خیلی از جای دور می جمع میشه باید تو آزان پایبند کردگه بگویی که زمزمه کنه همیطور. چطور؟ نفل کاری خوب است یا بد؟ نماز کاری خوب است یا بد؟ شما که هر مرتبه در مسجد داخل میشی 2 رکعت نماز به نام چی میخونی؟ تحیت کاری خوب است. ولو که وقتی کراهت هم باشه تو خونده میتونی چرا که نفل سببی است. اما شما که در عیدگاه میتونی نفل خونده چرا ممنوع است؟ محمد رسول الله نخونده. آلی تو باید امیطور مکمل پابند طریقی پیغمبر علیه السلام شوی. پیغمبر علیه السلام در نماز عید از یک راه رفت از راه دیگه آمده در وقت رفتن تکبیر تشریق گفته. در عید فطر هم است خب در عید قربان هم است در عید فطر بعد از غروب آفتاب همی شب عید شروع میشه تا که در عیدگاه آمده چیسته تا که امام شروع نکرده تا او وقت توی تکبیرها را گفته رویسته. شما خوب زنده کنی مثال در مسجد هم که می رفته ولی این قدر اعتراضات سرتان شوه که سیکو و بیاره این ای گپ دیگر را کشید. فهمیده؟ خب شما بگویی که ما واجبی را زنده کردیم که سالا چی بود؟ مرده بود. بالکل کس خبر نداشت. مردم آگاه شوه دعوت دین بینمی میشه که یک عمل پیغمبر صلی الله علیه وسلم
ما به قیمت جان خود خون خود زنده کنیم. با این مردم همینطور است. حتی من شاگرده از پاکستان آمده بود، خب تکبیرای تشریق در عید قربان که وقت شروع کرده بود، یک کسی که خود نیمه ملا میگو گرفت به مردم گفته بود وی 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 یارم تبا کرده ای. گفت چرا؟ گفت سیکو ای چی گفته رایسته؟ باز یک آدم آمی برش گفته به این ملا صاحب که ملا صاحبی را خود میگن که واجب است این تکبیرای واجب است. نه این گپای وابی است. باز آمی آمده بود پیش همی شاگردای من که شما را اینطور میگه. باز نماز کی خوانده یک شاگرد گفت ملا صاحب خسته نمیتونی تو بشی. کنز کتاب فقه حنفی است یا نه؟ نور لیزا کتاب فقه چی است؟ حنفی. ای را برش تا کرده بود، کنز تا کرده بود، اداره تا کرده بود. گفت بخونی عبارت که میخوان که اختلاف است. امام صاحب میگه از چی؟ از صبح فجر روز عرفه شروع میشه تا بگه نماز دیگری روز عیده. اویام فقط تنها کی بخوانه؟ مردا، زنام نباشه. مقیم بخوانه، مسافرام نباشه. با جماعت خوانده شوه، منفردام نخوانه. لیکن شاگردایش چی میگه؟ مثل قول جمهوری علمای دیگه واره، از صبح عرفه شروع میشه تا 23ام نماز که 4م روز عید میشه تا نماز دیگره. او هر کس گفته میتونه نمازم منفرد باشه یا با جماعت، مسافر باشه یا مقیم، زن باشه یا مرد. تا حالی رم زنای ما گفته بجز از او کسایی که ما برش گفتیم انشاءالله، دیگه نگفته. در این وطن دین اینطور گم است. خو یک نفر نمیخیز از همین جاغی ملا نمیگیره که ملا صاحب ایده کتاب خود امام بودم، تو چرا ما برای ما بیان نمیکردی؟ ما سالا این واجبات ترک کردیم. فقط زوریتان سر ما میرسه که تاپه زده بری او تلفن السلام علیکم مولوی امی مذهب چطور است؟ خود چطور است؟ تو در کدام مذهب هستی؟ این جر و بحث در تلفن قطمه شروع میکنه. جنابی محترم تو یک دفعه نزدیک بیا باز قطمه بحث بکنه، در تلفن بحث نمیشه. ما قدر وقت ندارم قطع در تلفن. باز در آخرم قار میکنه، یک دو دشنامم میزنه، باز بس میکنه. خب جناب تو تعالی را ملایت از جاغیش نگرفتی که امری که واجب بود را ترک کرده او برات نگفته. باز بعد از او ملا صاحب دیگه بسیار عرق کرده بود، خیلی زیاد عرق. والا ما یک وقت که کتابا را خوانده بودیم فراموش کردیم. دینم فراموش میشه؟ کسی که محبت با دین داشته باشه او فراموش میشه؟ نمیشه. که عمل سرش بکنه بله، در تاق که بمانی عمل نشوه فراموش میشه. شما در یک مسجد به طور نمونه این گپم پیش گفتم برید مساجد، اگر صدای تکبیر تشریق شنیده ما دست خود قطع میکنم در کل مساجد، با جز از اون مساجدی که بگوی تعلق با ما و شما داره. اگر دیده این دین الله است، این تکبیر گفته میشه. البته الفاظش هم است، الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر والحمد الحمدلله حمدا كثيرا. ایام سیسته طیبا مبارکا الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله تنها ایام سیسته دیگه است. الحمدلله كثيرا و سبحان الله بکرته و اصیلا ایام است. تعیین الفاظ نیست، خو کلش خوانده میشه تا وقتی که در اونجا او خیلی با زمزمه با آواز بلند طریقی پیغمبر علیه السلام است میشه. یک در نماز عید که ما براتان بیان کنم که چقدر سنتا مکمل مرده است کس چی نمیکنه. نماز در مسجد خواندن بدون عذر از نماز بدون عذر باران گپا قطعا بدعت است، مکروه تحریمی است. فقه حنفی هم نوشته کرده، فتاوای حنفی هم نوشته کرده. لیکن مولا صاحب به خاطر ازی که دوی روز عید بر ازی پیسه جمع میکنه بیرون در عیدگاه میبره، در عیدگاه نمیره که برن در دشت نماز بخونه، قطعا نمیخونه. خطبه بعد از نماز عید است. بعد از چی است؟ یا پیش از او در سر منبر نشسته تقریر را میکنه یا نمیکنه؟ خلاف پیغمبر است یا نه؟ در حدیث میاد که اول چیزی که پیغمبر شروع میکرد در عیدگاه نماز بود. چی بود؟ خب چرا تو مخالفت میکنی؟ برو تکبیرها گفته میشد تو میکنی، از یک راه میرفت از دیگر راه میآمد میکنی. زنا حاضر میشد، حتی زنایی که در مریضی بود پیغمبر علیه السلام میگفت که امی زنا هم حاضر شود در یک گوشه بشینه، خود دعای مسلمان ها چی شود؟ شریک شود. تا اندازه که زنا برای پیغمبر گفت که یا رسول الله ما جلباب نداریم، چادری کلان نداریم، مثل که حال حجاب برش میگیم که بریم در اونجا. گفت یکی از دیگه تان بچی عاریت بگیری بروی. است امروز اگر زنی کسی برآمد عیب است. سر ما در سال اول که در کمپانی نماز میخواندیم یک زمزمه و سر و صدا بود هر طرف.
یا زنا دا چی نماز خواندن. باز کم کم بیچاره باز پسان هوشیار میشه، تا حالی را خون حدیث نمیخونه. خب باز وقتی که واقعه شوه پس از او باز در حدیث مراجعه میکنه در کتاب خود که در کتاب خودشان است، باز میگه گپ نزنی که خودی ما ملامت میشیم. اینی مردم است. ما که این گپا را زیاد میگیم به این خاطر که مردم ما بیدار شود. دین چی را میگه؟ دین کدام است؟ بعد از او در نماز عید چه قسم ما چرا نمیکنیم نماز نمیخونیم، چرا تکبیر نمیگیم، چرا آذان نمیدیم؟ پیغمبر نکرده. اینی را میگه تابعداری پیغمبر. پس دعا بعد از سنت و بعد از فرض کرده؟ 43 جمعی و 40 سال پورگی را کرده؟ بیرقا را سری قبرا برداشته، رخت پوش کرده شه، گنبزا برش جور کرده، بیرقا را سرش زده؟ پیغمبر کرده؟ بگوی شما بگوی که ما تابعداری پیغمبر هستیم. قرآن آل دیگه اینمی طور قلم چلیپا را سری و مردم کش میکنه که دعوای محبت الله را داره. بسیار مردم است. و کدام مردم است که دعوای محبت داره؟ مشرکین هم دعوای محبت الله را داشتن، خو لیکن میگفتن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. عبادت بتا را نمیکنیم مگر به خاطر ازی میکنیم که ما را نزدیک بسازه به سوی کی؟ بگوی الله. محبت الله را داشتن. الله سرشان رد کرد که نه، ذریعه محبت الله طواف کردن از بتان است، ذبح کردن به نام بتان است، بتا را تعظیم کردن نیست. ذریعه محبت الله فقط تابعداری پیغمبر است. اگر شما هر کاری دیگه بکنه خاص پیغمبر منکر شوه، دعوای محبتتان درست است؟ غلط است. رد میشه بالای منکرین حدیث، کسایی که تنها اطاعت قرآن سری خود ضروری میدانه. در حدیث هم میاد پیغمبر علیه السلام میگه زود است که در امت ما کسایی پیدا شود که بگوین تنها قرآن تابعداری کنه، حدیث به درد نمیخوره. آل یک طایفه فعلا هم در پاکستان است به نام جماعت القرآن یاد میکنه شه. فقط میگه ما یک قرآن قبول داریم حدیث، او حالا که پیغمبر میگه که برای ما به مثل قرآن داده شده، بلکه بگوی از او کدام زیاد. پس کسی که تنها قرآن پیروی میکنه حدیث نمیکنه، نیمی دین پیروی میکنه، نیمی دین پیروی نمیتونه. از او خاطر ما میگیم که قرآن پیروی میکنه. الله براتان میگه، قرآن میگه قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. بدون تابعداری پیغمبر محبت الله حاصل میشه؟ خب تابعداری پیغمبر خود تابعداری حدیث پیغمبر است. چطور تو قرآن قبول داری حدیث قبول نداری؟ رد بالای از وام شد. رد میشه بالای دعوای امی صوفیا و پیرا که دعوا میکنن و میگه ما به الله میرسیم، خو لیکن به شریعت نه، به طریقت. ما به الله میرسیم خو به شریعت نه. به چی؟ شریعت جداست، طریقت جداست. است یا نه؟ همین دعوا را داره یا نداره مردم؟ خو قرآن اعلان میکنه بر سری بازار قل ان کنتم تحبون الله. بگو اگر شما محبت با الله داره و خودم رسانه به الله، فاتبعونی. بدون تابعداری پیغمبر رسیده میشه؟ او تابعداری پیغمبر شریعت است. چرا که احادیث است. چی است؟ احادیث در زندگی خود عملی کردن است. پس آلی این مردم دعوایشان غلط است یا درست است؟ طریقت و شریعت جداست یا یکی است؟ یکی است. عمل به شریعت طریقت میگه. تو خو یک در او دعوا داری، خودشان دعوا داره یا نداره که طریقت جداست شریعت؟ میگه بسیار چیزا در شریعت نارواست، خود طریقت رواست. خبر داری؟ قطع زن نامحرم، دست دادن، بوسه کردن، بغل کشی کردن به پیر صاحب جایز است، خود شریعت نارواست، در طریقت خو رواست. نور تیر میکنه. میگه چطور کنیم؟ نه تنها به پیر صاحب بلکه به تابعین و مریدای همین پیر صاحب، زن و مردشان مختلط زندگی میکنه که به دیگه دست میده، بالکل سطر متر از بین میره. چرا؟ میگه برادرها جور شده. چی جور شده؟ برادرها. خلاص بگوی دیگه. امروز همو حالت است. این وطنی تو نمیگه پاسته. خبرداری نه؟ ای کاش هموایی که زمزمه میکنه او خب مساجد کلان کابل در دستشان است، یک روز از دهنشان برای اصلاح همین مردم مظلوم همین گپا گفته یا میگه؟ خب مردم دستایشان بوسه میکنه، چپنیش تبرک دست میزنه، تسبیح خدا در چپنی مولوی صاحب میزنه. چی تبرک داره ای؟ چی مبارزه کرده؟ بگو برام چی کرده؟ مردم دیگه مبتلا کرده در بدعت و گمراهی، نعوذ بالله. خلاص
خب بله به این مردم به دی وطن هر قدر که بدعت خوب رشد دادی، هر قدر که کارهای شرک رشد دادی، دیگه اول نمبر باز دیگه آرام بیشی زندگی بکو دیگه قابل قدر استی. قرآن رد سریزیان میکنه، دعوای مبتدعین الله رد میکنه، کسایی که بدعت ها را ایجاد کرده میلاد میکنم. چرا؟ محبت با الله دارم، محبت با پیغمبر دارم. پیغمبر کرده؟ ترغیب داده؟ چه رقم کرده؟ آنقدر بدعت ها حال رواج شده که پرسان نکو. دعاها بعد از نمازها میشه، بدعت است. اذکار حلقه جور میشه، هیاهوی شروع میشه، این بدعت است یا نیست؟ در کدام جای ثابت است؟ چه رقم میشه؟ تخصیصات در روزها کردن برای صدقات، برای عبادت ها که شریعت نکرده باشه، کلش است بدعت است. الله خط بطلان سری کلی طایفه ها کشید، محک شدی. کسی که ده نقش و قدم پیغمبر قدم میگذاره اونوا دعوای محبت کی را بکنه؟ اما اینمی دعوای ماست. اینمی چی هست بگوی؟ ما در نقش و قدم پیغمبر روان هستیم. در جایی که گپی امام ابو حنیفه یا احمد و شافعی و احمد چی مالک رحمت الله علیهم در مقابل نقش و قدم پیغمبر قرار میگیره، چی میکنیم؟ قبول نداریم، همون طرف روان هستیم. اینی دین است، اینی چیزی است که قرآن ما را امر کرده، پشت سر هم میگه اطیعوا الله و الرسول، دیگه چیزا برای ما نمیگه. قل بگوی پیغمبر علیه السلام ان کنتم تحبون الله، اگر شما محبت به امر الله داری، اگر شما محبت به الله تبارک و تعالی داری، 4 قسم محبت به الله میشه. محبت به امر الله یعنی در برابر الله قطعی کسی دیگری هم میتونه محبت کردن. تیر کردیم در سپاره دوم، و من الناس من یتخذ من دون الله چیست؟ اندادا یحبونهم که حب الله. قطعی از محبت دارن مثل محبت الله واره. این اساسی چیست؟ شرک. این اساس چی هست؟ امو رقم که به الله محبت داری به این محبت داری، این شرک است. یکی. دوم قسم محبت، محبت فی الله است. محبت فی الله ای را میگه که یک شخص یا عمل تو دوستی میکنی به خاطر که تو دوستی الله بگردی، الله تو را دوست داشته باشه. تو قطعی کسی یا عملی را دوست داری که الله قطعی تو دوستی کنه، یعنی دوستی الله را دوستی با او آدم جور میکنی. چرا؟ به خاطر که حاصل شدن دوستی الله را توسط دوستی همی آدم و عمل میکنی. این را چی میگه؟ دوستی فی الله، یعنی برای الله، یعنی در نظام الله دوستی قطعی کسی میکنی. چرا میکنی؟ یا آدم خوب آدم است، عملش خوب عمل است، موافق قرآن و حدیث است، او دوستی به خاطر قطعی ازی میکنم که الله مرا چی کنه؟ دوست بگیره. این را میگه دوستی فی الله. فی الله. دیگهش یکی دوستی لله است، برای الله دوستی کردن. یک آدم هیچ کدام رشته قطعی تو نداره، لیکن خدمت دین الله را میکنه، تو قطعی ازو چی میکنی؟ دوستی. چرا میکنی قطعش؟ لله، به خاطر رضای الله، چون این خدمت دین کی را میکنه؟ الله را میکنه. این را دوستی چیست میگه؟ لله میگه. دیگه دوستی الله اج فی و لام و ای گپا نداشته باشه. محبت با الله، محبت با الله ترجیح دادن دوستی الله است بالای دوستی دیگه. ترجیح دادن دوستی الله بالای دوستی دیگه کدام است؟ قرآن کریم در جای بر ما تشریح میکنه. قل ان کان آباؤکم او ابناؤکم او عشیرتکم تا مولا را چی باشه؟ احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله. الله تو را مامور ساخت که جهاد بکن. الله امر کرد اگر تو محبت با الله داری، آل جهاد دوست داری، از کی کده؟ محبت زن کده، از محبت مال کده، از محبت کی کده؟ اولاد کرده. ترجیح دادن دوستی الله بالای دیگه دوستی. این بسیار میدان وسیع داره. تو اطاعت اونجا میگی که الله خو مرا گفته که فحاشی نکو، الله مرا گفته نماز قضا نکو، الله مرا گفته اسراف نکو. لیکن این طرف عنعنه قومی تو رست که در تو اسراف هم است، بی حیایی هم است، نمازم قضا میشه. کدامش ترجیح میدی؟ اینجا محبت الله و محبت قوم بالکل نمایان میشه. خلاص که تو ترجیح میدی محبت الله را، یعنی که محبت قوم ترجیح میدی. اینمی قسم تنظیم الله برات میگه
که یعنی هر کسی که خدمت دین میکرد تو اکرامش بکن، لیکن امی آدم در تنظیمت نیسته، حالی با وصفه که خدمت دین میکنه خود تو اکرامش نمیکنی. چرا؟ محبت تنظیم اضافه شده از محبت کی کرده؟ الله کرده. این دیگه یک میدان وسیع است، در غم، در خوشحالی، در تمام حالات زندگی بالکل چیسته میاید رخ به رخ میشه آدم. بس اکرام علما، علم حق، عزت کردن و معاونت و نصرت علم حق چی است؟ بگوی امر الله است. است یا نه؟ و کونوا مع الصادقین گفته، امرای صادقین باشه. اما برادری تو منازعه قتی ملا کرد، ملا عقیده توحید بیان میکنه، برادری تو بگوی قبر پرست است، خیس در مقابلش، آلی تو در اینجا امتحان میشی که محبت الله زیاد است یا محبت چی؟ برادرت زیاد است. در پشت سر عالم استاد میشی یا در پشت سر کی؟ برادرت استاد میشی. یو نمو معیار و میدان است که صحابه کرام در این میدان کامیاب شدن، که یک طرف پیغمبر بود و یک طرف هم چی؟ پدر بود. و به نصرت پیغمبر استاد شد، پدری خودم چی کردن؟ قتل کردن. اینی را محبت میگن. ان کنتم تحبون الله، اگر شما محبت با الله داری، محبت با الله یعنی با احکام الله، با نظام الله به سر و چشم میپذیره، اطاعتش میکنه. محبت الله عبارت از عمل کردن کلی فرامین الله است و اجتناب نمودن از آن چیزی که الله منع کرده، حرام ساخته. الله میگه که بگوی پیغمبر علیه السلام فتبعونی، تابعداری مرا بکنه. تابعداری پیروی کردن از پیغمبر علیه السلام، این را اتباع میگه. چرا اتباع میگه؟ به خاطری که پیروی از پیغمبر با دلیل است یا بی دلیل؟ با دلیل است. عالمه که گپیش گرفتی از نگاه دلیل، او را به نام تقلید یاد نمیکنه. چی یاد میکنه؟ و اینمی اتباع در دین وجود داره. اگر 1000 عالم هم تو پیروی کردی به خاطر از اینکه مسئلهش استوار به چیست؟ به دلیل است، این بالکل جایز است. اینی را اگر این نمیره نامشه تقلید موندی، تو تقلید برش گفتی باز چی میشه؟ جایز. تو برش تقلید گفتی خب من چی میگم؟ اتباع میگم. تو تقلید برش میگی، این جایز شد. اما اگر اونجا دلیل وجود نداره و تو روان هستی، اونو را تقلیدی چی میگه؟ مذموم و نادرست میگه. این نیست. فتبعونی، تابعداری مرا بکنی، یحببکم الله، یکی دوستی بکنه امرایتان، الله تبارک و تعالی دوست میداره الله شما را، و یغفر لکم ذنوبکم، بخشش میکنه برای شما گناههای شما را. تابعداری پیغمبر دو نتیجه را داشت. یک نتیجه است سبب محبت الله میشه، یعنی الله تو را دوست داره. دوم چی است؟ گناه ها محو میشه. از این معلوم شد که حالی تابعداری پیغمبر توسط چی میشه؟ ما این دعوا داریم که قطع الله محبت داریم. چی رقم محبت داریم؟ محبت خو وقتی تکمیل میشه که ما تابعداری پیغمبر را بکنیم. در چی چیز؟ در تعلیمات پیغمبر. زندگی پیغمبر مکمل قابل اتباع است که ما از پسش برویم. این کی حاصل میشه؟ که ما زندگی پیغمبر را بدانیم. پیغمبر چه رقم نماز خوانده، پیغمبر چه رقم دوستی و دشمنی کرده، پیغمبر چه رقم بازار رفته، پیغمبر چه رقم تشناب رفته، چه رقم وضو کرده، چه رقم جهاد کرده، چه رقم حج کرده، چه رقم زندگی با سیاست خود کرده، چه رقم زندگی با اقارب خود، چه رقم زندگی با همسایه خود. در عمر خودی حدیثا را میخوانیم؟ نه.